کودکان شما نصف شب بیدار میشوند، حرارت و تبشان بلند میشود. شما چی کار میکنید؟ لباس عوض میکنید، با ماشین سوار میشوید، او را به بیمارخانه برده آنجا ساعتها راست میایستید. چرا؟ چون که فرزندتان است. ولی تهجد چی؟ ولی نصف شب از خواب خسته بهر رضاگی الله دو رکعت نماز خواندن چی؟ کجاست امروزها این سنت در امت رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ هیچ کجاست. شما چقدر آدمانی را میدانید که هر شب نماز تهجد بخوانند؟ رسول الله چی گفت؟ الله سبحانه و تعالی در قرآن چی گفته است؟ این سخنان الله اند. خواهش میکنم گوشها و قلبهایتان را گشایید و بفهمید که الله چی میگوید به من و شما. الله سبحانه و تعالی میگوید: ان المتقین فی جنات و عیون. پرهیزگارانی که از الله ترس دارند کجا میشوند؟ در کجا قرار میگیرند؟ در بستانهای جنت و در چشمه ها. آخذین ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنین. آنها سزاوار شدند آنچه را که الله سبحانه و تعالی به آنها عطا کرد، این جنت، این بهشتی که الله برای آنها آماده کرده است. انهم كانوا قبل ذلك محسنین. زیرا آنها در این دنیا کی بودند؟ محسنین، آنها نیکوکار بودند. پرهیزگاران کی هایند؟ نیکوکاران کی هایند؟ آنها را برای ما توصیف بنما یا الله. اولا كانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون. اندکی از شب خوب میکردند. الله میگوید نگویید که این حدیث ضعیف است، نگویید که این عالم گمراه است. الله میگوید كانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون. آنها تنها اندکی از شب خوب میکردند. این توصیف کی ها است؟ توصیف پرهیزگاران و نیکوکاران در قرآن. آنها کسانی اند که وارد جنت میشوند. آنها در بستانهای جنت میشوند. آنها در این دنیا چی کار میکردند؟ كانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون. آنها تنها اندکی از شب خوب میکردند. علمان معین کردند که معنای کلمه در این آیت استفاده شده خوابی نه چندان سخت میشود. یعنی نه آن گونه خوابی که در نماز فجر با تو بوتنگ بیدار نمیشویم، چون این خواب نه. آنها تنها استراحت میکردند. اندکی از شب خواب میکردند. و بالاسحار هم یستغفرون. و 45 یا 30 دقیقه پیش از دمیدن صبح آنها در این وقت چی کار میکردند؟ آنها از الله استغفار و آمرزش طلب میکردند. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. و آنها حصه از مالشان را برای طلبندگان و محرومان جدا میکردند. آنها مال خود را به خاطر الله خرج میکردند. این توصیف نیکوکاران است. ولی ما چگونه ایم؟ رسول الله علیه و سلام چی گفتند؟ حدیث را گوش کنید. برای بعضی ها شاید این کمی سخت برسد، ولی برای فهمیدن وضعیتمان منفعتناک است. رسول الله علیه و سلام چی گفتند در حدیث؟ نفری در حضور رسول الله صلی الله علیه و سلام آیید نفری دیگر ذکر کرد که او شب تا نماز فجر در خواب مانده بود و نماز شبانه را اجرا نکرده بود. او چی کار کرد؟ او در میخانه ها شبگردی نمی کرد. او بعد نماز خفتن خواب می رفت و در نماز فجر بیدار می شد. وقتی که در حضور رسول الله صلی الله علیه و سلام آیید او ذکر کردند، قال ذاك رجل بال الشیطان فی اذنیه او فی اذنیه. This is a man. او گفت شیطان در گوشهای او پیشاب کرد. شیطان در گوشهای او پیشاب کرد. این چی معنا دارد؟ یعنی این که شیطان بر او کاملا سرور شده به حالش میخندد و او را تمام شب بی‌پروا و غافل میسازد. نه نماز شبانه، نه ذکر الله. همین طور کل شب تو در روز محشر در نزد الله راست میشوی و الله تو را از این شب میپرسد چی جواب میگویی؟ تمام شب نماز نخواندی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلام گفت که در گوشهای آن آدم شیطان پیشاب کرد. کجایند امروزها امتان محمد صلی الله علیه و سلام در خواب اگر دور گوشای با گناه کردن مشغول نباشند؟